برنامه بیهوده و به هدف نبوده است. همه قدرت، همه قدر غم داشتم من تو خرد ایشیم. ایش که حالم نمیپسد، ایش که آسان نمیگم مشکلی منه. وقتی که مادر خداوند از جاش میخیزانه سوال میته مادر میگه وقتی که تو فرزند داشتی خواهر اپک و دادر داشتی امروز برای چی تو در خانه بی‌صاحبایی سخنی بی‌صاحب از سخنی یک سخت سنگین حالی هم سری وقت داری مادر چی جواب میگه من فرزند داشتم من خیش توار داشتم من اپا و خواهر دادر داشتم نکی بخاطر زن فرزندشان بخاطر پول و مال بخاطر چیزی برد مرا در خانه بی‌صاحب با پخت کرد اوجا دیگه ترا هیچ چیز رها نمیکنم در اوجا در دهانت یک مهر میزنه سخن گفتن نمیمونه در اوجا فقط دست پاچه چشم گوش جواب میگه به خاطر چی؟ تو برده مادر تا در او خانه بی‌صاحب پرختی از فرزند دل نمیکنم حالیا او را در آغوش خواهم کشید. میگوید پدری سال خورده میرزابکو پولاد که در مرکز خدمت رسانی اجتماعی به پیرانسالان و معیوبان در شهر خوجند زندگی میکند. او زیاده از 7 سال است که چشم به سوی فرزند دارد. دو دیده به راه میدوزد به امیدی که تا فرزند جگربندش آید و گوید بیایید رفتیم شما را به خانه میبرم. من بگم که پسرم خدا رازه پدر رازه نه فرزند دل نمیشکنم. آریپا و سید نیسا مادری 86 ساله است که 6 سال این جانب چشم به سوی نبیرگانش دارد. او هر لحظه دعا میکند که از حالش خبر گیرند و یگانه چیزی که تسکین بخش دلی ریش ریش او مانده است این امید است. او تنها و تنها امید دارد و باز هم تکیه به خدا میکند که روز نزدیکانش برای خبرگیری او می آیند. او حالیا انتظار صدای طفل شکرخندش، صدای گام زدنهای یار دلبندش، صدای آمدن نبیرگان دلبندش را انتظار است. آمدن آدمان خیرخواه و نکوکار، نفرانی به ایمان و به وجدان را انتظار است. او میگوید از مسلمانان چشم امید دارم. زیگیره که اینجا من های دختر میکنم پسر میکنم همه ها تولا میکنم که من نگاه کن تو من همینجا غریبه و کار نکنه دو گیران بوده لازم کنه خانم نیست بجا میکنم شرفه اوی میکنم زخ میشم همین به بچم به چیزی نیست به کسی نه آدمتون باشد بوده خیشتون باشد بوده تلفن نه که من تلفن کنم بودی که خوش به همینجا نمونم من گیران بودم خوک جای خدا بابا انی پدر و مادرم و دف کند همینجا گیران برود مدام بعد تو مدن میرس من میستم همینجا گفته همین کرشن تا درم تن داده گیرم میکنم نول میکنم یا ها میگم با شکر میکنم خیلی خدا یکون کار میکردی گفته خدا هایکو این ها هایکو آدم هایکو دنیا ده مسلمان ها ملکو گفته با خدا دلم به صبر میشد صبر طاقت که اشتیم من بچم همه قدرت همه قدر غم داشتم من طاقت که اشتیم ایش که حالم نمیپسد ایش که آسان نمیگم مشکلی منه نه همش نگرم ها میگیریم مجی شما هم میگرم همسایه ها چیزه باید 4 سال 5 ساله همسایه در و مادران سال خورده با درد انتظار می نشستند. حالا در مرکز خدمت رسانی اجتماعی به پیرانسالان و معیوبان در شهر خوجند زیاده از 60 نفر پدران و مادران دلریش و جگرخون زندگی دارند که با هر راه به اینجا آمدند.
یکی را خانه‌اش را فروختند، دیگری را نخواستند که با فرزندانش زندگی نماید، سومین را به استراحت میبریم گویان فریب دادند. یکی را دخترانشان عصای دست پیری شده آوردند، دیگری را فرزندان عزیزش به استراحت میبرم گویان، سومین را همسایگان به اینجا آوردند. پدر و مادران پیر و برجامانده که میبایست در این سین در سایه دولت فرزندان عمر بسر برند، ولی افسوسی بپایان بر زمین آن همه نیکی و نکویی با پنجه های سرد و خراشنده و دغل برجا ماندند. در چشمانشان یک واژه پنهان مانده است، واژه امید و انتظاری از فرزندان جگربند. پرده گوش را گشایید ای برادران، از کودکی خیش یاد کنید و دانسته باشید که از فرزندان خیش این روز را خواهید دید. حالا در مؤسسه همه شرایط مهیا است. کارمندان همیشگی در خدمت ایشان کمر بستند. آنها کمبودی ندارند بجز یگانه کمبودی جانکا و آن هم محبت فرزند، مهر جگربند. هستند نفرانی که سالها در انتظار فرزند چشم امید باز این فرشته هایی که برای تولید شدن ما از جسم و جانشان، از پوست و جانشان برای ما گذاشتند، اما امروز بعض فرزندای ناکس ناخلف در بین دو کوهی غم برده پرتافتن. وای در که شخصانی هستن که در آرزوی پدر مادرم، ولی شخصانی هستن که جان بیزار از پدر مادر به خاطر زن و فرزند، به خاطر پول و مال، یا که به خاطر که پدر و مادرشان کسلهای روحی دارن، آنها را برده به جایی که حتی مادر میگوید که چیزی زیاد نمیخواد، لیکن وقتی که مردم منو ببرن در پیش نزدیکام به خاک سپارن. وای بر حال تواری فرزند، پگه ترا میخیزونه ای ناخلف، ترا میخیزونه ایجاد، میپرسد تو برای پدر مادر چی خدمت کردی؟ تو چی جواب میگوی؟ من نه اکتیورم نه بلوگر، من طبیبم، همون طبیب. وای بر حال شما ای تو ناکس. محمد جان حسین‌زا بودم با شما. خدا نگهبان شما باشد. پدر مادراتون را عزت احترام کنید. انشاءالله در روزهای نزدیک با یگان نوارهایی که باشد در حقیقتا برای زنده کردن این قلب ما باشد برای شما آماده خواهم کرد. خدا نگهبان شما باشد.